سلام خدمت دوستای عزیزم. به کانال من خیلی خوش اومدید. این جلسه میخوایم با هم دیگه این پترن حبابی رو با هم یاد بگیریم که بافتش بسیار ساده هستش و فقط از دو علامت زیر و رو تشکیل شده و کاربرد خیلی زیادی برای لباسهای نوزادی، برای بافت پتو، کلاه و رامپر سرهمی داره. خب اول بریم علامت ها رو من به شما بگم. علامت زیر ما که توی نقشه های مختلف به شکل های مختلف دیده میشه، یا به صورت خط عمود دیده میشه، یا به صورت مربع توپر، یا یه دایره توپر دیده میشه. علامت رو هم که به صورت خط تیره دیده میشه، یا یه مربع تو خالی که توش داخلش خطه، یا یه مربع سفید خالی. اینم علامت ژوته هستش که تو بافته بعدی خیلی به درد ما میخوره. ما از مجموع این سه تا علامت میتونیم کلی بافتنی های طولی ببافیم. خب این علامت دایره تو خالی یا توی بعضی نقشه ها به صورت یو انگلیسی هستش، این علامت ژوته هستش. خب اینو تا اینجا داشته باشین. این امروز توی این پترن کاربردی نداره، ولی از پترن های بعدی از ژوته هم استفاده میکنیم. خب بریم با هم بافت رو ببینیم. ما 4 رنج ساده بافی داریم. تو 5مین رنج مدلمون رو میندازیم. پس 1 رنج به زیر، رنج بعد که پشت کارمون میشه همه به رو میشه، دوباره 1 رنج به زیر و 1 رنج به رو، بعد برمیگردیم و شروع میکنیم مدل رو میبافیم. خب من 1 رنج ساده به زیر رو بافتم. حالا برمیگردیم پشت بافتمون رو 1 رنج کامل به رو میبافیم. ساده بافی کلا 1 رنج زیر، 1 رنج رو. خب این رنجم به رو میبافیم. من 4 رجمو بافتم. ببینید این پشت کارمونه. وقتی که مدلامونو ما حبابیامو میبافیم بافتمون به این شکل در میاد. الان اینجا ساده بافتم، من 4 رج ساده بافتم. برمیگردیم به روی کار. خب ببینید اینجا این حبابای ما همه پشت هم نمیفته. ببینید دوتا بعد رج بعد یه حباب بین دوتا میفته. پس الان ببینید اینجا دوتا بوده، بالاش یکی. الان پس باید ما اینجا خالی بذاریم، بیایم این وسط یه دونه حباب درست کنیم. خب پس میایم دونه اولمون رو از بافت خارج میکنیم، نبافته حاشیه‌مون رو در میاریم. خب ببینید اینجا الان این حباب ما وسطش باید اینجا بیفته. پس یکی این ور، این دومی، این سومی. خب پس دونه قبلش باید شکافته بشه. ببینید ما 3 تا میبافیم، 3 تا دونه به زیر میبافیم. دونه 4 رو ما از میل خارج میکنیم و میشکافیم تا 4 تا دونه میشکافیم. بعد میلمون رو دوباره دونه رو میندازیم توی میل و از پشت بافت یه دونه میگیریم و روی میل نگه میداریم. دوباره 3 تا دونه میبافیم. دونه 4 رو از میل خارج میکنیم و میشکافیمش. این دوباره میبریم پشت، از پشت یه نخه دونه میگیریم، دوباره 3 تا دونه بعدی رو میبافیم. به همین ترتیب تا آخر میبافیم. الان ما 3 تا بافتیم. دونه 4 رو باید بشکافیم. دونه 4 رو میگیریم، همینجور ادامه میدیم. الان
یک دو سه، دوباره دونه چهارم ببینید، دونه چهارم درست وسط این حباب بمونه و ادامه بدیم میرسیم به وسط دوتا حبابمون. خب اینم میشکافیم. خب ببینید، پس اینو تمام کردید. دوباره یه رج پشت کارمونه، غیر از اون بعد 4 رج دیگه ببافید. رج روی کار که رسیدید، رج پنجم که رسیدید روی کار، شروع میکنیم این حبابا رو میزنیم، یعنی تو رج بعدی اینجا باید بیفته. پس این 3 تا دونه میشه برای حبابمون، این یه دونه شکافته میشه، این دوتا هم ساده، این که حاشیه هست این هم ساده بافته میشه، این شکافته میشه، 3 تای بعدی بافته میشه، دوباره دونه چهارم شکافته میشه و همینجور ادامه میدیم.